در زمانه‌های پیش از اسلام مثلا یک قسمتی از مردم ما زردشت بودن. زردشتی ها فقط در اون وقتا خواندن نوشتن فقط به خانه پادشاه ها اجازت بود خلاص. پادشاه، حکومت دارا، پسرای آنها، دخترای آنها خواندن و نوشتن میتونست، دیگران نمیتونست. دیگران حق نداشت. دیگران فقط باید غلام باشد، باید در زمین کار کند، دهقانی کند، مال چراند، غلام باشد، کار کند، علم نگیرد. خواندن، حتی خوانده تونستن یا نوشتن نمیتونستن. بنابراین یکی از سببهای به تیزی به سرعتی بلند اسلام آوردن مردم تاجیک این است که دین اسلام همه خواندن به ترغیب میکند. بلکه اولین سپارش قرآن اقرا بخوان همه ترغیب میکنه. اگر همه عالم شودم ضرر نمیبیند جامعه. مثلا همه آهنگر شود، اگر دوریدگر برای ما لازم است، پزنده لازم است، دوزنده لازم است، دیگر متخصص ها لازم است، ضرر میبینیم. لیکن اگر همه عالم شود ما ضرر نمیبینیم. دین اسلام همه را ترغیب میکند که علم آموزد. بنابراین مردم تاجیک این دین با دلی وسیع قبول کردن که دینی بود است که خواندن و نوشتن ترغیب میکرد است. برای کمبغلای هم اجازت بود است در دین. حتی همین چند صد سال پیشترا هم همین خیل چی ها بود، فقط حکومت دارا بچه هاشون خونده میتونست خلاص. کمبغلا حقی خوندن نداشت، یا مزدش قیمت بود، پولش قیمت بود، یا اجازت نبود خوندن. من امروز شرایط علم گرفتن هست، شرایطی بود یا عجایب. دفتر و قلم قپیده به یک جا رفتن، در خانتون شته علم میگیریده. اخلا احکام شریعت دانید به همین خیل چیزا واقع نمیشید. این شریعتی ما خیل به خواندن و علم گرفتن تشویق نه. وقتی که میدانید از گناه دور میشید. ببینید پیامبر صلی الله علیه وسلم بعضی اسیرهای بدر گفتن که اونا که خوانده میتونستن، نوشته میتونستن، گفتن که به فرزندای مسلمانو به 10 نفر خواندن و نوشتن تعلیم ده، من توی آزاد میکنم. گفتن و جای اینکه 20,000 30,000 دلار پول داده آزاد شود، اونایی که خوانده نوشته نمیتونستن همیشه پول داده آزاد میشدن. اونایی که علم داشتن، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که 10 نفر از فرزندای مسلمان به خواندن و نوشتن تعلیم ده، ما توی آزاد میکنیم. و همین طور هم کردن. یعنی چخیل شریعت برای علم حریص هست، میخواهد مردم مسلمان علم داشته باشند. همین کارهای خطا از بی علمی میشد.